یه تئوری هست که میگه آدم وقتی تا مرز مرگ میره تنها نیست. انگار یه حضور نامرئی، یه سایه کنارشه، یه ناظر خاموش که فقط وقتی خطر از حد میگذره خودش رو نشون میده. بهش میگم پدیده شخص سوم. اولین بار کوهنوردایی که در شرایط مرگبار گیر کرده بودن گزارشش دادن. اونا میگفتن حس میکردن یکی پشت سرشونه، نه یک دشمن، نه خیال، یک همراه. یه صدای آروم که میگفته همینجا بمون، الان حرکت کن، از این مسیر نرو، از سمت چپ برو. و بعد همون تصمیم باعث نجاتشون شد. اما علم چی میگه؟ دانشمندا میگن شاید وقتی مغز بین مرگ و زندگی گیر میکنه یه نسخه خیالی از خود محافظ میسازه، یه توهم برای آروم کردن ذهن در لحظات بحرانی. ولی یه نکته هست که هیچ کس نتونسته توضیحش بده. چطور اون توهم مسیر درست رو میدونه؟ چرا همیشه هشداراش درسته و مثل یک ناجی عمل میکنه؟ اگه تو هم تجربه پدیده شخص سوم رو داشتی داخل کامنت ها برای من بنویس تا بتونیم با هم دیگه راجبش صحبت کنیم دوست من.